خونه هست ببینم سراکی داره چی بگو چه کاره؟ عباس چیه اینا؟ چه؟ اینو چیه؟ در بدن شده به عباس کجا هم بابا؟ بابا کجا؟ سرای چره؟ عباس ریکشا و تست سرک بدو کار میکنه یک دفعه تایرهای تا آپیش ما با هوا را هم یک بار دیدم که بیامدن ترافیک بیامدن جلو ما چختا گفتن تو البته گو سواری گو اینی کنی به تعظیم بازارا خب بستون از ما برمه آره پس شو بخیر ترافیک بودن اینا چیه؟ چه کار کردی بگو اثر بگو بیر بخش و گپ بخور بگو چرا بیامدی؟ ریکشا مال بابا ترافیک ریکشا ترافیک بود کجا بود؟ با بچه به ترافیک پیچره چه کار کردی با؟ هیچی همین تایره پیش به هوا را این بیامده که تو تک چرخ میدی سک چرخ میدی اینو چه تایره رو به هوا میدی ایلا ریکشا برده یعنی اینو چیه؟ اگوش دادی ما 100 دفعه پیار خوب گفتم که بابا همین چرخ نه دستمی دست گیلک نه به دست من که برو کار کنم اینو چیه؟ دست نزین از بابا برو یک فیلم بده بخور یک گلاس پوست تو بکنه یک گلاس های برارم یک گلاس های بده بخورم چرخ گم کردی ها؟ دوخه این از بابایه حالا بابا چی میگی؟ ها؟ مالا بفهم چی بکنم کجا بیبیمه؟ به خونه هم خاک بابایی تو بگید پوست تو میکنه مالا بفهم چی بگم بیبی بسره ریکشارم بستوندن ها؟ تو یک کار بکن خوب که چی کار کنم؟ تو اینا بگو سارا بگو اکنه برم بیبی بگو بسره نونه بدی از بابای اینا نه برو اینا برو به خونه هر چی میبخواه اینا از بابایه میشه خلاص شده باشه اینا از بابایه میگم خب اینا چیه؟ خب میگم که دوغا کنون تادی مکرانی با بادشتی اون مکرانی نون نمایه بله جک دوغ پس بگورم نمایه دیگه برو بگو ندستم دوغ بابا میزنم خب پس رای بابا با بی دوغل به همسایه رو ببینم پس رای میکنم برینه بگو نانی به همسایه بدم بده برو 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 دیگه برو دیگه چونه گوشته هم آمان نمیدی آزان تو بابا میگم بابا به صدا کنی همه سره برای هیچی نگی ها؟ میگی میگم بابا نگی که گیلک به سره بگو برم به ترافیک رفته خب بگو بابا بیای به ترافیک خب
لیلا خون سچرخی که بردیدم تو چه به سرامی آمدی؟ خب میرفتی به مراد اینو. هرچی بگو تو میگه من قانونی کار میکنم بایدش ببود ببین من چی خاک سیاه سرخ کنم؟ همین عباس راست میگو که به دست من همین سچرخ بدیم به دست من بدیم دست گیلک نده. مادر گفته بده به دست گیلک بده که چش آلویل ببردم ترافیک این رشته خلاص کنم. از کجا پول بیارم؟ من چی خاک سیاه سرخ کنم از دست ازی؟ خدا میدونی چه کار بکرده که ببردم به ترافیک. بیبی اونجا که رفتیم به گریه شین که من کن بدرش کامون اینجا بشین بیبی جو همینجا بشینی که ما برو من پیش آمد سرچه کنم بلکه بگه گریه فرشانه بکنن که سچرخه گگ مار بدن دیگه ما بد کردم که ما بیبی برو به تاثیر اگر پرشک بدم کل گناه وزیر سر شما نه بیبی گفته یاد کی همینجا بشینیم بیبی تکون نکنین نه که ما گم میشیم ما مگرم شما به تلویزیون ها اعلان کنه که بیبی من مفقود گردیده 9 ساله ماما چیزه ماما همین سچرخی مر بیاوردم اینجا انا گردن همه بند باشه که من شما زهر بده تو بیبزن بخرمونه بیبی من بیاوردم اینجا بیبی گرک بیچاره بیبی من سخیریه عمودری هم سخیره هم پیری هم سخیریه من اشتباه کردم من دیگه این کار نمی کنم همین هر که بده این گناه دارم من چه کار بکردی حادثه کردی چی دارم؟ نه دیدم من اینجا به ترسرک دیدم بیامدم همه برادرم بیامدم اینجا گفتن که تو چری مثل گوهی میکنی من گفتم ماما گردن بند باشه که من طالب عمر خوب گوهی کرده باشم خب همین سچرخ که دیروز آوردن که پرش میدادم تو بودی یا؟ پرش نمیدادم من یک دفعه ناسندی تایرای پیش به هوارم خب یعنی تو هم آدم فکر نمیکنی که به داخل این شهر هم انسان ها زندگی میکنن مردم زندگی میکنن تو هم فکر نمیکنی تو زد یک نفر بزنی تو فکر گپ نمیکنی که قانون باید رعایت کنی فکر گپ نمیکنی تو خودت بده که ما باور کنیم بیبی ما قلقلش اور بکندک برفشیدن کنم به چیز قلق خور تخم مرغ جمع کرده بده که اینا انا خرگوشا خور فروخته میشه چرخه که به من بخرید که انا ما منان لقمه نونه بگیر می بیایه انا روز اول من یک 10 روز بیشتر نمیشه دارو منه انا من نمیفهمیدم که اینجا گفت انا خب گفته خود تو 2 لک روپیه قول سچرخ دادی که مادر بیبی تو قلق کرد چکار کرده فلان کرده بگرفته بکنده بیاره تو سچرخ خریده تو هم 2 لک روپیه سچرخ تو از خود نمیدستی میگیری تا چرخ میزنی گردنم بند باشه که لینگم تچرخ داله باشه اگر همون سچرخ که هیچی خود سچرخ هم سچرخ نیه بلا برد 2 لک روپیه اگه بچه یک نفر رو بزنی حادثه کنی و تو خود میتونی خلاص کنی نه خود چکار میکنی؟ و چکار میکنی اگه بچه یک نفر رو بزنی؟ خب مجبورم دیگه مثل سچرخه بودم با مرتکه خود سچرخه که مرتکه میری کلی بگرم جرم بکشی راست بگی حالا کم مگر سچرخ تو جرم تو همینه که تو سچرخ تو باید که 10 روز اینجا میمونه بعد 10 روز بیا کارا مراحل قانونی رو طی کنه بعد از او جواسه هم بکو بعد از سچرخ ماما جو اگه 10 روز سچرخه ما بمونه اینجا که در همه بند باشه گوشنگی خود ما مگرم لیورس بریم گوشنه میمونیم ما 16 تا بیوزن بیخند منه کاکا جان هر چی باشه اینجا قانونه مگرم قانون آره ماما این کار فایده نداره دیگه این کارو نمیکنم این قانون همینه که حداقل 10 روز تا به 1 هفته نه کاکا جان این کار فایده نداره این کار فایده نداره قانون همینه که فقط حداقل 1 هفته تا 10 روز نهایت کم بمونه 1 هفته بعد اینجا بمونه بعد از سچرخ خور جواسه کنی که دیگه به تو فنیالی باشه که دیگه باید از قانون رعایت کنی
با چی میفهمیدم سچر خود پوز باو کردن چی منو شما مردم وقت فکر نمیکنید که این مردم به تعمیر سرکا میرم وسیله ندارم پیاده هم زد یک نفر بزنی تو شاید یک بچه خودی بزنی راست میگی بچه خود مراز مایه به ترسلک بچه خود به ترسلک چی مایه؟ وقت که کجا دیگه زیاد گپ نزن بخدا کجا برو فقط باید مراحل قانونی باید طی کنی خب شما من بعدی به خود تعمیشو برو دست کنی برو تو خوشحال باش که ما خود دارم یاد کردی نه که خودت هم بندی میشیدی چند روز ماما چند روز دیگه باز عدد به تو تصمیم میگیره که چند روز بشه مگه شب به سرانه رو بیبیم دل میتاقه تو اصلا مروش میکنه چون من تو اصلا لیسانس داری چی؟ لیسانس داری تو اصلا لیسانس چیه ماما؟ لیسانس یعنی همون جواز رانندگی که تو بتونی رانندگی کنی ای بابا کپای ماما میدونی که چی بکن من سر بابا لیسانس چی ماما من سه چرخه منو بخون کار کسی میکنه روز 200-300 لقمه نون خوش که بشه 3600 کرایه میدم یک بلوک چیزی بیبی مستخیره گردن من بند باشه بیبی مستخیره اگه آی بکشه خیر ما نمیبینیم شما سیکو کوکو جان با تو چی میگم تو اصلا همین که لیسانس تو اصلا حق رانندگی نداری که بشینی پشت شرینگ موتور یا سایکل یا موتر من راننده ام چی فرق میکنه رانندگی که با موتر میشه شما ماما خیلی سر دل داره برو کوکو جان برو مراحل قانونی طی کنه که یک هفته 10 روز دیگه بیا باز اصلا دارم ورد بیارم که باید جواز سیر کنی یعنی نمیدی من؟ نه امکان نداره برو کوکو جان برو گریه خوب بیرون برو فقط میگی هر کس اینجا هر رقم شده برو قلق خور بکن برو بخوست چرخه بخر برو زمین بفروش بخوست چرخه بخر بابا جان قوانین رانندگی باید مراعات کنین دیگه شما باید اصلا لیسانس داشته باشین این که نمیشه که هر کس بیا بخواد از اون بیا بشینه رانندگی کنه ماما جو برار من چه کار میشه من گردن بند باشه 10 تا خمکنده به خان منه یک لقمه نون خوش نداره من اشتباه کردم من بد کردم دیگه کم سه چرخه همه سه چرخه من پیش بس تایرای به هواره دیرو بیا و رانال بیا مدام به شما بیا همه سای میگن که شما برین 10 روز دیگه بیایید عرض میکنی دستشو بسم الله کارم نکو برو سکر کلا دارم من خلاف نه که کسی سشارخ تو نگیره موتر تو نگیره سکر تو نگیره خلاف میدی بعد جور میخورم بکشی ماما جو ما با عمر خوب باسکیل سوار نشد همین که بیبی ما به من خریدم برفتم به خوب تا بازار کار چند روز گفتم بسته که 10 روز بعد مو اصول امینه شما برزی بکنید نه دیگه پرتی بزی نمیشه برو نمیچله راست بگه همین دو چند روز اینجا باشه اینجا دم خورم میگیره آخه من گشته ای همین درست میری سالولا تو تاره چی کنم برو بابا بیای من اینجا گایم چه کارش کردی گو؟ بیبی ندیدی بیبی بیبی هم بیاوردی بیدو خود خو ها گفتم هر که به دست ازو بدم میگم سه چرخ تو به سر تسرک پریش میدادی زد مردم رو بزنی 10 روز میگم اینجا میمونه تو چرا کار خو میکنی؟ ما پریش ندادم بیبی گفت اگه یاد گیری بیبی گو تو پرش بده پریش ندادم سه چرخ تایره به هوا شد بیا بدم اینجا به من میگه تو اینجا چی رقم ای کردنیه اون من نختم به تحت چیز بدون من چیزا بیاوردم بیبی نمیشه بشود حلال بیبی مگوی آیا کجا بگردم برات بیبی چرا میاوردی بیبی بابا تو که بیبی از میشه بر رخی که گم میشی تو کجا بگردم ولی سکنی گفته گوشته والبا برفته سنجبیتی بخو بخره شما بری ببینی سکنی سنجبیتی بخره 5 داشته یک 5 داشت ها 5 داشته
بیبی به خدا بیبی من گم شد او دگلانه اگه به تا بازار برگرد برای جور موتنا بزنه ماما جو یک بیبی من ندیدیم یک سیاسر می تو برم سیاسری؟ بفهمینه که بیبی من های بچه سیاسری بیده که این تا چادر کج بود چادر کج بیده خیلی ماما